خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم از برنامه اخباری آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 30 نوامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی که در همایش در دوشنبه حضور یافت گفت طالبان افغانستان را به زندان بزرگ تبدیل دادند. تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در فرمت‌های مختلف به خاطر اجماع و هماهنگی بیشتر برای حل بحران افغانستان شکل گرفته که ما از او استقبال می‌کنیم. دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان رسما پایان یافت. قصه جوانی معیوب که در دعوت تیرماهی به ارتش جلب شده است. با جراحیشته بود اندان اطرافی مردین جراحیشتگی بود. زیرینش پس رفته سال من رفته همه دکترای زمانه‌ای به همه جا مراجعت کردن. خانواده مهاجری تاجیک در قزاقستان با شطرنج بازی شهرت یافتند. به مردم شهر هم شطرنج یاد می‌دهند. شطرنج برای رشد انسان و آموزش فن‌های مثل متماتیک و فیزیک کمک می‌کنند. برنامه را با خبری از یک همایش درباره صلح افغانستان در دوشنبه آغاز می‌کنیم که در آن احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز اشتراک کرد. احمد مسعود طالبان را تنقید کرد که افغانستان را به یک زندان بزرگ تبدیل دادند و ساکنان را شکنجه می‌کنند. همکاران ما شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی در این نشست حضور داشتند و گزارش آنها را می‌بینیم. با گذشت بیش از یک سال از سقوط کابل با دست طالبان، بار نخست احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در دوشنبه درباره وضع و راه‌های حل مشکلات کشورش صحبت کرد. او در پایان نشست بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات که در پایتخت گذشت، از آن نگرانی نمود که در طول بیشتر از یک سال سقوط کابل، منطقه و دنیا در برابر طالبان جز محکوم کردن کاری نکردند که به نظر او چنین عمل نمیتواند طالبان را تغییر دهد. اگرچه در ماه‌های اخیر تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در فرمت‌های مختلف به خاطر اجماع و هماهنگی بیشتر برای حل بحران افغانستان شکل گرفته که ما از او استقبال می‌کنیم، اما باورمند هستیم که هماهنگی بیشتر و تداوم چنان تلاش‌های نیاز است به رسیدن به یک اجماع کلان برای حل مشکل افغانستان. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از حکومت طالبان انتقاد کرد که دست به کشتار و خشونت میزنند. طالبان بارها ادعاها درباره قتل و کشتار را بی‌اساس خواندند. برنامه و تماس جدای کشورهای منطقه و جهان به حل و برای پیدا کردن یک راه حل تکتیکی امنیتی نه تنها راهگشا برای حل مشکل افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه و جهان نیست، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نارامی را در افغانستان بیشتر می‌سازد. این دهمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات است که تا به سر قدرت آمدن طالبان قبلا در خود افغانستان می‌گذشت. هیئت طالبان به نشست دعوت شدند ولی حضور نداشتند. قبلا خبرهای غیررسمی درباره سفر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به دوشنبه رسانه‌ای شده بود، اما این بار اول است که رسما در چهاربینی شرکت و از حضورش در دوشنبه خبر می‌دهد. ادامه برنامه. یک ساکن ناحیه استراوشن میگوید مقامات پسرش را که بیماری مادرزادی دارد به ارتش بردند و کسی هم به دادش نمیرسد. شکایت مادر امروز 30 نوامبر به دست رادیو آزادی رسید و در روزی که دعوت جوانان به ارتش رسما به آخر رسید. همکارم فرزان محمدی با مادر این جوانی بیمار صحبت کرد. طلب میکنم که گردانم فرزندی من، فرزندای سالم تاجیکستان گذاشته که فرزندی نوگرانی من میبرن. محبوبه رحمتووا ساکن شهر استراوشن و مادر مهراور عثمانوفی 23 ساله میگوید روز 26 نوامبر پسرش را ماموران حربی شهر کانیبادام به کمیسریت حربی بردند. به گفته مادرش مهراور آن روز برای کمک به نزد پدرش رفته بود. و صحت خوراک خوردن نمیتواند. بالای این با جراحیشته بود اندان اطرافی مردین جراحیشتگی بود. زیرینش پس رفته سال من رفته همه دکترای زمانه‌ای به همه جا مراجعت کردن. این شفا نمیشه، دوا ناشونده است. فقط این احتیاط میکنید، پیتنش نازم میکنید، از پای فرزندتان میشید کفتن. به گفته مادر مهراور تا این دم بارها کارمندان کمیسریت حربی شهر استراوشن
کوششی به خدمت حربی بردنش را کردند، ولی طبیبان کمیسریت با سبب بیماریش اجازه ندادند که این کار صورت بگیرد. با وجود مراجعت‌های پیوندان این جوان به مقامات نظارتی، شام دیروز او را به قسم نظامی جانب شهر دوشنبه بردند و از خروج بیماریش نگران هستند. پروکراتور مراجعت کردم و اینجا و این کمت آمدم مراجعت کردم، هیچ کی گپ من گوش نمیکنن، یگان کس احوالم نمیپرسن. حکومت رفتم گشت من و این کمت گسیل کردم. همونجا روید ما شما دیده میبرویم. اگر همون معاونی پروکراتور گفتن که و دیده میبرویم هم، اگر بچت کسال باشه در حقیقت ما باید انالیز کرده گرده هاش کسال یکتاش آب گرفتگی یکتاش و سهشتگی گفتن که ما دیده میبرویم شما به تشخیصی انالیز نشان میتیم گفتن نه تشخیص دکتر نه چی. مقامات قضیه را شرح ندادند، اما همواره تاکید میکنند که شخصان بیمار را به عسکری نمیبرند. در تاجیکستان 2 ماه باز موسم دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به ارتش جریان دارد. چند روز پیش مقامات از اجرای قریب 90% نقشه گسیل اسکران به خدمت حربی اطلاع داده بودند، ولی در روز آخرین دعوت تیر ماهی مسئولین اطلاع ندادند که این نقشه پره شد یا نه. مقامات همساله گزارش میدهند که اکثر جوانان اختیاری به ارتش میروند، ولی شکایت ها از سرباز شکار یا ابله کم نمی شود. ادامه برنامه. یک مادر 2 فرزند از ناحیه ورزاب را که ماه اکتبر بیدرک شده بود خویشاوندانش بعد گزارش رادیوی آزادی پیدا کردند. روزیگل محمد سعید ساکن دهه هوشیاری صبح 13 اکتبر از خانه شوهرش رفت و بیدرک شد. مقامات و خویشاوندانش تا دیروز او را جستجو می‌کردند. محمد سعید عوض پدر روزیگل روز 30 نوامبر گفت پس از گزارش رادیو آزادی کاربر دخترش را در شهر دوشنبه دیده با آنها خبر داده است. خود روزیگل بر رادیو آزادی گفت دعوا و جنجال پیوسته خوشتامنش سبب ترک خانه شوهرش شده است. بیننده ارجمند، در واقع رادیو آزادی چند پیش درباره چنین جنجال‌های عائلوی و بخصوص دعوای خوشتامن‌ها بحث در برنامه گپی آزاد تشکیل کرد و آن را می‌توانید در همین کانال آزادی ویدیو جستجو کنید و تماشا نمایید. رو می‌آوریم به مسائل جنگ روسیه در اوکراین و تاثیر آن به جامعه آن کشور. بعد جنگ روسیه در اوکراین و بخصوص فرمان ولادیمیر پوتین برای جلب 300,000 نفر به ارتش و جنگ، هزاران یهودی تبار روسیه به اسرائیل مهاجرت کردند و هزاران نفر دیگر در راه به سوی این کشور هستند. همکارم طاهری سفر گزارش دارد. ایلیا گاریشف و اولگا شپکتارووا 6 سال گذشته در اندیشه آن بودند که با 2 دخترشان به اسرائیل مهاجرت کنند یا نه. در مسکو زبان عبری هم می‌آموختند. تجاوز روسیه به اوکراین آنها را متقاعد کرد که دیگر وقتی رفتن فرا رسیده است. ترسی من از رفتن به ارتش نبود. من کاملا مخالف جنگ هستم و نمیخواستم که یگان نقشه در آن داشته باشم. ما مدتی طولانی شبهه داشتیم و به یک قرار قطعی آمده نمیتوانستیم، ولی آنچه که حالا در روسیه میگذرد ما را به قبول قرار قطعی تکان داد و تصمیم گرفتیم کوچ بندیم. آژانس یهودیان که مهاجران را قبول و به جامعه اسرائیل همراه میکند میگوید از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین 30,000 نفر به اسرائیل آمدند. بعد فرمان پوتین برای جلب 300,000 نفر به ارتش، عریضه های کوچبندی به اسرائیل هم زیاد شدند. با اندیشه من موج خردی مهاجرت را فرمان پوتین و حکومتش برای سفربری به ارتش از جمله سفربری مجبوری سربازان برانگیخت. نتان شرنسکی سیاستمدار اسرائیلی و دیگر اندیش شوروی سابق که بنابر تلاش‌هایش برای مهاجرت به اسرائیل 9 سال را در زندان گذرانده است میگوید فرار یهودی تباران روسیه در عموم از سیاست‌های استبدادی پوتین در جامعه روسیه سرچشمه میگیرد.
مهاجرت از لحظه آغاز یافت که پوتین آزادی بیان، فعالیت سازمان‌ها را محدود کرد. معاشرت با مردمان دیگر در خارج را محدود کرد. مهمتر از همه بحث آزاد دیگراندیشی را محدود کرد. این چیز بخصوص برای زیایان ترسناک است. حالا روس‌های زیاده در بایگانی‌های روسیه شجره و یا ریشه‌های اجدادیشان را می‌جویند تا معلوم کنند که والدین یهودی داشتند یا نه. اگر داشتند بر اساس قانون بازگشت می‌توانند به اسرائیل مهاجرت کنند. شرنسکی می‌گوید روس‌هایی که ریشه‌های یهودی دارند تقریباً 600,000 نفرند. برنامه را با موضوع از قزاقستان ادامه می‌دهیم. یک خانواده تاجیک سالها پیش به قزاقستان مهاجر شده بودند در این کشور موفق شدند. این خانواده با شطرنج بازی در قزاقستان شهرت یافتند و در مسابقه ها پیروزی به دست می‌آورند و به مردم شهرشان شطرنج یاد می‌دهند. فرزان محمدی مهمان این خانواده بود. ندیرهای عزیز، مسابقه را به مناسبت زادروز نقره‌بانو سر میکنیم. برای غالبان جایزه های خوب داده بشه. سر کردیم. جشن زادروز در این خانواده غیر مقرری تجلیل می شود. در میان دسترخوان به جای کلچخان تخته شطرنج می گذارند. از خرد تا بزرگ این عائله به شطرنج بازی مشغولند. 3 نفرشان نامزد به دریافت عنوان استاد ورزش هستند. از جمله همایون که همگی 8 سال دارد. او از 4 سالگی شطرنج بازی میکند. В 3 классе учусь. Я иду в школу, но мне не трудно заниматься. من در صنف 3 میخونم، اما برای من مشکل نیست. از مکتب میایم، وظیفه خانگی را اجرا میکنم و با شطرنج بازی آغاز میکنیم. شرط اساسی در شطرنج این است که بسیار فکر کردن لازم. اگر فکر نمیکنید تیز شکست میخورید. شطرنج برای رشد انسان و آموزش فنهای مثل математика و فیزیکا کمک میکنند. شوق این عائله به شطرنج بازی از بزرگ خانواده نصیب جان امانی منشأ میگیرد. امانی زمان در مجله مشعل تاجیکستان صحیفه مخصوص شطرنج را با نام فرزین راه اندازی کرده بود. با شروع جنگ داخلی تاجیکستان نصیب جان امانی مجبور شد به قزاقستان کوچ بندد. مهر شطرنج را هم با خودش برد. هر قدر که کودکان از خردسالی به این بازی مراغ ظاهر کنند همان اندازه خوب است، زیرا اونها به همین چیز بند میشن، به شامات بند میشن، هم برای تحصیلشان یاری میرسند. پیرو قادری 11 سال دارد. در نمود شطرنج 3 مراتبه قهرمان تاجیکستان در میان نورسان تا 8 ساله شده است. دختران این خانواده هم از شطرنج دور نماندند. نقره‌بانو قادری میخواهد در آینده پزشک شود. شطرنج کمک رسان او برای خوبتر از خود کردن فنهای دقیق است. نصیب جان امانی، خبرنگار پیشین رادیوی آزادی در قزاقستان، در سیمای هر یک از نبیرگانش قهرمانهای جهان در نمود شطرنج را می‌بیند. اینجا به پایان برنامه رسیدیم. خبرهای از این بیشتر و تازه را در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و توییتر پیدا میکنید. اگر نظری یا خبری دارید می توانید به ما نویسید. شماره های تلفنی ما در وبسایت و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی است. سپاس از همراهی و تا برنامه های آینده خدا نگهداری شما باد.